پیغمبر رو بشناسی و خازن و علم کل مخزوم. دو علم دارد ذات قدوس او، یک علمی که تحمیل کرده به انبیا اولیا، اون علم به صورت کتب سماوی آمده، اما غوغا اینجاست. کسی که ثانی برای او قابل تصور نیست. اون خدایی که علم مخزون داره، خزینه اون علم قلب خاتم النبیین و خازنه علمک، اما نه علم مشهود، علم مخزون. ابراهیم اینجا به زمین افتاده، از آدم تا عیسی سر به پایش نهاده، خزینه دار علم مخزون اونه.